باسوادی دیگر به معنی توانایی خواندن و نوشتن و یا تسلط بر 2 زبان و توان استفاده از کامپیوتر نیست. با تعریف جدیدی که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ارائه داده، باسوادی توانایی تغییر است و باسواد کسی است که بتواند با خوانده‌ها و آموخته‌هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند. امروز دیگر شاید برخی متخصص‌های رشته‌های دانشگاهی هم با تردید باسواد دانسته شوند. با این حساب به نظر می‌رسد رویکرد آموزشی نخبه‌گرای مدارس ایران از تعریف جدید سواد فاصله زیادی دارد. یونسکو مفهوم سواد را در دنیای مدرن در 6 شاخه اصلی برشمرده و به هزاران شاخه فرعی ناشمرده تقسیم می‌کند. سواد خواندن و نوشتن و تحصیلات دانشگاهی جزء کوچکی از بخش‌های فرعی از شاخه‌های اصلی هستند. سواد عاطفی میزان موفقیت در ایجاد روابط عاطفی با اطرافیان. سواد ارتباط توانایی برقراری ارتباط با افراد جامعه و آداب معاشرت. سواد مالی توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، چگونگی پس‌انداز و مدیریت خرج. سواد رسانه توانایی تشخیص رسانه معتبر از رسانه نامعتبر. سواد آموزش و پرورش توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن. سواد رایانه یا کامپیوتر توانایی استفاده از مهارت‌های 7گانه کامپیوتر و مفاهیم پایه فناوری ارتباطات و اطلاعات. با توجه به این انواع سواد شاید دیگر با سواد خواندن افراد چندان آسان و قطعی نباشد. بر اساس آمار رسمی جمعیت با سواد 10 تا 49 سال ایران در سال 95 94.7% گزارش شده. اما با این تعاریف چند درصد از این افراد توانایی ایجاد تغییر در زندگی را دارند؟